حالی که همچون چوبی که آتش میسوزد در جنگ اوکراین شما رو استفاده میکنن. یعنی حالتی امروزای توجیک تو اون درجه اومده رسیده است که تو را در همه جا به تروریست گفته تهمت میزنن، تنقید میکنن، تحقیر میکنن، خاموشی را اختیار میکنیم است. علاوه بر ضمن همین مشکلات ها باز از جانب پلیس همین کشور دستگیر میشوی، میبرند به اداره پلیس، نو بسته از اون که شهروندی، پتن داری، پرپیسکا داری، همه قانون رو داری، ترا دستگیر میکنن، میبرن در اداره پلیس، لاتوکوب میکنن، چند روز نگاه میدارن، اخیر دیپارتاسیون میکنن، پاسپورت انولی رو میکنن، روان میکنن، میره توجیکستان. فقط در یک حالت رهایی داری که باید قبول کنی که تو آماده ای همچون یک چوبی که در داخلی همون پیچکه‌ای که علاوش میکنن بسوزه، همچون یک چوب برای جنگ از جانب روسیه به اوکراین روان کرده شوی. برای در اوکراین در همون جنگ همچون چوب بسوزی، آتش بشه، کشته شوی، ولی اینها چیکار کنن؟ در امن امان زندگی کنن. حالتی امروزه مهاجر مهنتی توجیک این است. شما دانسته بگیرید که اگر امروز ما و شما توانایی دفاع کردن از خودمون را نداشته باشیم و بر نگردیم وطن خودمون را نسازیم، مطمئن باشید که فردا بدتر می شود. همین طوری که عزت امان رو دفاع نکردیم، همین طوری که کرامت شریف رو دفاع نکردیم، قدرشان ندونستیم، اومدیم رسیدیم، فردا همین حالت به هر مهاجر مهنتی که امروز در فدراسیون روسیه از حقوق شما دفاع میکنند، اگر در کنارش نایستادیم، دست او را نگرفتیم، اون مطمئن نشد که فردا حالتش به حالت عزت امان کرامت شریف روبرو نمیشود، مطمئن باشه که بدتر و بدتر میشود. ما امروز میبینیم که ده ها مهاجر مهنتی از جانب همین پلیس اجباراً گرفته میشن، مجبور به جنگ اوکراین روان کرده میشوند. کی همین امروز دفاع کرده میتونه از حق اینا؟ چرا قرغیزها، حکومت قرغیزها قانون قبول میکنند که مهاجر مهنتی قرغیز، شهروند قرغیزستان، حق در جنگ اوکراینش اشتراکی در جنگ اوکراین رو ندارد، حق جنگ ندارد، حق اشتراک ندارد، ولی تاجیکستان این کارو نمیکند. ما دیدیم که وقتی یک شهروند قرغیزستان در جنگ اوکراین رفت اشتراک از جانب روسیه، وقتی به قرغیزستان برگشت نسبتش پرونده جنایی باز کردند و او را به جوابگری کشیدن، بردن زندانش کردند که در جنگی کشورهای بیگانه رفته اشتراک کردی. اما در داخل وطن ما، در داخل تاجیکستان، حکومت ما در گوشاش پخته زده است، در دهنش سکوچ زده است و هیچ جور در چشماش عینک سیاه زده است و هیچ جور نگاه نمی‌کند و هیچ جور نمی‌بیند و نمی‌شنود. و مهاجر مهنتی تاجیکستان در بدترین حالت گرفتار شده است. همون حادثه‌ای که یک خانواده تاجیک وقتی که فرزندشون رو بچی را می‌بردند به جنگ اوکراین می‌بردند، گریه و فیغان و دادوای می‌کرد، همون حادثه را شما ندیدید؟ همون حادثه فردا سر شما میاد. امروز تنها به خاطر کسانی که شهروندای روسیه بگیرتن، اونها را اجبار نمی‌کنند. هر مهاجر مهنتی را که می‌قفند، او را میگن که اگر بخوای که در این فدراسیون روسیه مونی، در عوض پول باید برای از جانب روس‌ها بجنگی، اگر نجنگی عمر برباد از اینجا دیپارتاسیون میکنیم. یا اینه که در حوض بر یک عملی تروریستی میره زندان میشه. هزارها زندان‌های روسیه که در اونجا تاجیکان نشستند به این حالت گرفتارند. هر روز اونها را چیکار میکنن؟ میان مغزشویی میکنن، نسبتشون برنامه کشیدن، دهها دروغ و بهتان در عوض پول بیاید در جنگ اوکراین اشتراک کنید و برای شما ما آزادی میتیم، برای شما ما پول میتیم، برای شما ما حیثیت میتیم. در حالی که همچون چوبی که آتش میسوزد در جنگ اوکراین شما رو استفاده میکنه. چند تابوت تاجیکستانی در همین جنگ برای ملت تاجیک نیست، برای تاجیکستانی نیست، برای منفعت دین و ناموس ایمان شما نیست، برده به تاجیکستان گور کردن. چند فرزند تاجیکستان در همینجا کشته شد. حتی قدری همین تلفاتی که خودی همینا میتن، قدر همینا را نمیدونن. همین زندانی های روسیه که حتی رفتن از جانب فدراسیون روسیه در همین جنگیدن، در کجا قرار گرفتن؟ وقتی که قبرستانی همین جنگجوی زندانی در فدراسیون روسیه از جانب روسا چیکار کرده شد؟ کاملا رفته شد، همه قبر از بین برده شد، هیچ قبر در اونجا باقی نماند.
بعد از چند ماه آخر. حتی به زندانی های خودشان که میروند میجنگن اینو احترام قائل نیستند به توجیه که خودت که در داخل زندانی به خود احترام قائل میشوند و یا خودت را جواب میتن که برگردی به تاجیکستان میری. آیا فکر میکنید همین حادثه هایی که عین حال رخ میده در فدراسیون روسیه در داخل زندان در بیرون همین حالت ها فکر میکنید همین خیلی تصادفی یک تاجیک رو مخشویی میکنن همین تاجیک میاد به همین حالت ها دست میزنند؟ چی کار سبب میشود که یک تاجیک دست به تروریستی میزند؟ چه حالت هایی به میان میآید که این تاجیک دست به چنین کارها میزند؟ فکر میکنید که خودتون رو تصور کنید که به یگان کاری که برای شما فشار نیاد ظلم نباشد کار شما ساز باشد و زندگیتون پیش باشد شما به یگان راه غیر قانونی دست میزنید؟ شما میرید جان خودتون رو در خطر میگذارید و شما میرید در جنگ کشور فدراسیون روسیه در اوکراین میجنگید خودتون رو همچون چوب در آتش میپرتید. آخر وقتی که شما یک جا میدونید چاه هست شما داخلی چاه که نمیروید. بر اساس همین برادران و خواهران عزیز گرامی قدرم امروز حالتی است که ما و شما برای اون حالت باید فکر کنیم اندیشه کنیم باید کار کنیم بالا برنامه کنیم حکومت را مجبور کنیم که چیکار کند برنامه بسازد جای کاری بسازد. سلام علیکم هموطنان عزیز برادران و خواهران گرامی امیدوارم که هر کجایی باشین تن صحت و سلامت باشین. صدای ما هست برادر و خواهران گرامی صدای ما در پخش مستقیم هست در یوتیوب و فیسبوک. آواز ما هست بچه‌ها اگر آواز ما باشد بنویسید در فیسبوک و یوتیوب و ان شاء الله که برنامه رو آغاز میکنیم و کوشش میکنیم در ماه شریف رمضان برنامه رو کوتاه‌تر انجام بدیم چون تقریبا بعد از یک ساعت چند دقیقه هم در ما وقتی افطار میشود و برای وقتی افطار ان شاء الله که آماده شیم و برادرایی که وقتی افطار دارن و دیگر اونا رو اذیت نکنیم. برادری نوشتن صدا هست از یوتیوب زنده و سلامت باشید. من فکر میکنم اگر در یوتیوب باشه و در دیگر جورم ان شاء الله که صدا هست امیدوارم که مشکلات اینترنتی پیش نیاید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همدیگران و هموطنان عزیز و گرامی قدر امیدوارم که هر کجای باشین تن صحت و سلامت باشین و بار دیگر ماه شریف رمضان رو با شما تبریک میگویم و امیدوارم که در ماه شریف رمضان روزه و نمازهایتون قبول بگردد. دوستان و برادران گرامی قدر امروز کوشش میکنم که در برنامه 51 قدرت و حقیقت پیرامون موضوعی گوناگونی صحبت کنم از جمله این حوادث اخیری که در کشور ایران رخ داده است و در خلیج فارس و علاوه بر این در خاورمیانه در تمام کشورهای عربی و دیگر کشورهایی که در این جنگ صورت گرفتن. ما یک تحلیل و بررسی خواهیم کرد و پیش از آن که به این بررسی و تحلیل بگذاریم و من میخوام پیرامون یک موضوع خیلی کوتاه صحبت کنیم و برگردیم بعد به موضوع اساسی که ما اینجا اسم گذاشتیم. دوستان و هموطنان گرامی شما هم تاریک میدونید من عبیدالله سعیدی رهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان هستم و پیرامون سازمان خودمان قدر معلومات زیادی من همیشه نمیدیم در پخش مستقیم ولی در هفته گذشته یعنی تقریبا طول 2 هفته میشه تقریبا شکایت ها زیاد نسبتی سازمان ما از جانب بعضی ها آماده شده است که و من میخوام این رو کم در برنامه امروز توضیح بدم و برگردیم بعداً به موضوع اساسی. دوستان گرامی و هموطنان عزیز همونطور که شما میدونید ما در ینوری سال 2025 سازمان رو از هیئت حرکت سیاسی گروه 24 جدا کردیم مستقیم کردیم و طولی تقریبا 1 سال و چند ماه میشود که ما در این سازمان مستقلانه مبارزه خود را پیش میبریم در مقابل دیکتاتور علی رحمانوف میجنگیم و هر روز برنامه میکنیم و نقشه میکشیم و کوشش میکنیم که با هدف بزرگ و والایی که گذاشتیم یعنی تغییرات حاکمیت در تاجیکستان تلاش و کوشش میکنیم. اما میبینیم که بعضی ها نمیخواهند که سازمان جوانان برای تاجیکستان مستقل باشد مبارزه خود را پیش ببرد و میخواهند مثل پیشینه در قالب یک حرکت دیگر وابسته یک حرکت دیگر همین گونه باقی بماند و هیچ وقت مستقلیت خود را نداشته باشد و هیچ وقت از نام این سازمان اسم گرفته نشود. برای همین بعضی ها پشت پرده نقشه کشیدن برنامه کردن و رفتن سازمان ما را غیر قانونی در کشور اتریش به رسمیت شناختند. از جمله اعضای گروه 24 صابر زیغوزی و خرسن نجم‌الدینوف اینها 2 نفر رفتن در کشور اتریش حالا نمیفهمم با دستور گروه 24 با پلن و برنامه آنها این مشخص نیست برای من اما اینها این سازمان رو به رسمیت شناختند به اسم دیگری ولی به هر صورت این سازمانی ماست و
غیر از اینها درخواست کردن به هاستینگ در اون جایی که ما وبسایت خود رو به قید گرفتیم، شکایت کردن که این سازمان اونهاست و اونها این رو به رسمیت شناختن و کوشش کردن که به وبسایت ما، یعنی در داخل حرکت ما، ضربه بزنن و علاوه بر این یک نامه تهدیدآمیزی برای ما روان کردن که نامه تهدیدآمیز با اون بود که گویا اگر ما این سازمان رو از اسمش سخنرانی کنیم و از اسمش برآمد کنیم و مبارزه ببریم، نسبت ما پرونده های جنایتی باز کرده می شود در اروپا و طبق فلان ماده ها که ارگانیزاسیون غیر قانونی، برند ها غیر قانونی استفاده کردن، شما می توانید به جوابگری جنایتی کشیده شوید. من نمیفهمم که این مشارات های نادرست را به این بچه‌ها کی داده است و البته منم نمیخواهم که با اینها داد و گرفت زیاد کنم در این مسائل سیاسی و حقوقی، اما تنها یک چیز را اینجا ذکر میکنم که سازمان جوانان برای تاجیکستان یک روند سیاسی طولانی دارد. در سال 2014 تشکیل شد، از 14 یونی سال 2014 در اداره کرامت شریف و تو این زمان این سازمان رسانه‌های خود را دارد، تو این زمان این سازمان فعالیت‌های خود را دارد، تو این زمان سازمان باقی مانده است و هیچ وقتی از ناپدید شدن یا از بین رفتن این سازمان هیچ خبر و بررسی در جایی نبرآمده است. برای همین ما این سازمان رو این گونه میشناسیم، این گونه ای که مقصود ابراهیموف رهبر اساسی این سازمان هست و خواهد ماند تا زمانی که وجود دارد و من تا زمانی که مقصود ابراهیموف در زندان است و تا زمانی که در راه مبارزه برنمیگردد رهبر این سازمان خواهم بود. برای همین و امکان داره که در روند این انتخابات ها اگر که هر کسی دیگری هم که رهبر این سازمان انتخاب شد، تا آزاد شدن مقصود ابراهیموف خواهد بود و مقصود ابراهیموف که آزاد شد و اگر بخواد سازمان رو باز پس بگیرد و بیاید و شورا تشکیل کنه با این شورایی که هست و دوباره این قرارها به دست اون برخواهد گشت و اون رهبر اساسی و تشکیل کننده این سازمان است. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، بالاخره این سازمان تاریخ و وسیله خودش را دارد، ولی صابر سیغازی و خرسان نجم‌الدینov اینها با شکایت هایی که کردن وبسایت ما را 2 مرتبه شکستن و ما تقریبا زیاده از 1 تا 2 هفته وقت فرصت گرفت که ما دوباره وبسایت خود را به دست بگیریم و دلایل زیادی پیشنهاد کنیم که این سازمان با اونها تعلق ندارد، این یک سازمانی بسیار طولانی مدت، یعنی در سال 2014 تشکیل شده است. این سازمانی نیست که در سال 2025 در اتریش تشکیل شده باشد. این سازمانی است که یک تاریخی خیلی بزرگی دارد و از سال 2014 تو این جانب فعالیت میکند و سامانه‌های رسمی خود را دارد. حتی همین سامانه وبسایتی که تشکیل شده است از سال 2025 از اولی سال تشکیل شده، از سال 2024 تشکیل شده است، ولی تشکیل کردن یک سازمانی به اسم و رفتن را به رسمیت شناختن، اونم در آخر سال 2025 بعداً شکایت کردن به یک سازمانی که تقریبا 10-11 سال پیش از این تاریخ دارد، امکان ندارد و این قانونی بودن نمیتواند. برای همین ما خوشبختانه با دلیل هایی که اثبات کردیم توانستیم سامانه رسمی سازمان جوانان رو دوباره برقرار بکنیم و در اینجا من یک مقاله ای رو نشر کردم و میخوام این مقاله رو همزمان به شما پیشکش کنم و طبق این مقاله همزمان وبسایت رسمی ما که اینجا وجود دارد میتونید شما ببینید. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، این وبسایت رسمی سازمان جوانان برای تاجیکستان است، تیرت، و ما اینجا یک مقاله برای ایران به زبان فارسی نوشتیم و علاوه بر این همونطور که می‌بینید این بیانیه رسمی سازمان جوانان برای تاجیکستان در مناسبت این حالات‌هایی است که تشکیل شده است. همونطور که شما می‌بینید یک فیسبوک در یک سامانه نشر پیدا شده است با اسم جوانان تاجیکستان برای تاجیکستان. بازم اشاره میکنم که این سازمان به ما ربط ندارد و از اسم ما اگر هر کجا هر کسی رو فریب میکند، ما همطور میکنیم در گذشته بعضی ها برای فروختن کاغذ و یا اینکه بر راه مبارزه از هر کسی پول، مال و هر چیزی که گرفتن و من شخصا بنده و بایلوی سعیدی از کسی نه پول گرفتم نه کسی را دعوت کردم که در کجای پول روان کند و یا به کسی را پول بدهد و اگر هر کسی چنین اثبات و دلیلی دارد مرحمت پیشنهاد کند و من آماده پاسخگویی چنین چیزها هستم. برای همین اساس ما اگر هر کسی که از جانب شما پول می‌ستاند شما را فریب میکند، این صفحه به ما ربط ندارد و ما پاسخگوی چنین یک صفحاتی نیستیم. مسئله دیگه که اینجا من پیشکش شما میکنم مسئله نوشتن این سازمان است که من میخوام این رو برای شما قدم به قدم یعنی نشان بدیم. سازمان جوانان برای تاجیکستان
با تکیه به مسئولیت حقوقی و موقعی رسمی خود به اطلاع جامعه شهروندی و بین المللی و وسایل اخباری عامه می‌رساند که روزهای اخیر عملهای غیر قانونی گمراه کننده و اداره و دارای نشانه‌های غصب نام و آبروی تشکیلات از جانب شخصان علیحده از جمله صابر سیغازی و خرسند نجم‌الدین به نظر می‌رسد. و در اینجا من دوستان گرامی یک عکسی رو گذاشتم که همونطور که شما می‌بینید در سال 2014 از جانب مقصود ابراهیموف راهبری اساسی سازمان جوانان برای تاجیکستان نشر شده است و در اینجا ملاقات جوانان تاجیکستان یعنی سازمان جوانان در شهر مسکو بود و همطور که می‌بینید ما با مقصود ابراهیموف و دیگر برادران در اینجا چیکار کردیم حضور داریم. مسئله دیگر اینجا از جمله در همین هفته صفحه و پلتفرم اطلاعاتی به استفاده از نامی تحریف شده از سازمان جوانان تاجیکستان برای تاجیکستان تأسیس داده شده است که به نام رسمی تشکیلات ما یعنی سازمان جوانان برای تاجیکستان موافقت نمی‌کنند و هیچ ارتباط حقوقی و تشکیلاتی با ما ندارد. این عمل‌های همچون کوششی برقصدانه غصب نام تقلب در معرفی تشکیلات و گمراه نمودن جامعه ارزیابی می‌گردد. سازمان جوانان برای تاجیکستان 17 ایول سال 2014 در شهر مسکو با تشبث کرامت شریپوف حامی حقوق مهاجران مهنتی و با دستگیری عمر علی قوتوف راهبر حرکت سیاسی گروه 24 تأسیس شده است. جلسه مؤسسه در دفتر کرامت شریپوف برگزار گردیده. در آن مقصود ابراهیم و راهبر تشکیلات عبیدالله ناصر معاون یکم و نسیم جان شریپوف معاون دوم انتخاب گردید. با مساعدت حقوقی ادوکات نیکلای نیکلایویچ در همان دوره برای به قیدگیری رسمی تشکیلات به مقامات فدراسیون روسیه درخواست پیشنهاد گردیده بود. همطوری که می‌بینید در اینجا سازمان جوانان برای تاجیکستان با تمام رسانه‌ای که اون زمان ما در نوی تاجیکستان در زیل و برآمد می‌کردیم با صورت مقصود ابراهیموف که در سال 2014 تشکیل شده است. این صورت همطور که شما می‌بینید در برآمد مقصود ابراهیموف و اسم سازمان هم در اون زمان با چنین شناخته شده بود. تاکید می‌گردد که صابر سیغازی و خرسند نجم‌الدینوف در هیچ یک از جلسه‌های مؤسسات اشتراک نداشتند و با تأسیس تشکیلات هیچ گونه ارتباط ندارند. این حالت با دلایل معلوم معتمد از جمله عکس و ثبت‌های ویدیویی جلسات تأسیسی پر تصدیق می‌گردد. یعنی یادآور میشیم دوستان گرامی همین دو نفری که امروز خود را راهبر و یا اینکه نمی‌فهمم نماینده و هر چیز دیگه می‌دونند با سازمان ما هیچ ارتباط در گذشته نداشته باشند. وقتی که ما سازمان رو در مسکو تشکیل کردیم یگان نفر اینا در جلسات مهمی که ما در اونجا راهبر انتخاب کردیم و در اونجا ما نمی‌فهمم جانشین انتخاب کردیم هر جلسات دیگه داشتیم اینا حضور نداشتن و اینا هیچ وقت در همون جلسات نبودن و این جلساتی که در اینجا شما می‌بینید یکی از جلسات است در اداره کرامت شریپوف در اینجا برادر محوجی علی هست در اینجا سهراب ظفر هست در دیگه برادرها هستن در اینجا من هستم و ده برادرای دیگه و این جلسه یکم ما نه جلسه پنجم ششم ماست و جلسات دیگری رو اگر ببینید در اون جلسات ما حضور داریم و ده ویدیو در یوتیوب برادر کرامت شریپوف وجود دارن و میتونه که در اونجا ببینید که اشخاص با چنین اسم یعنی صابر سیغازی و خرسند نجم‌الدین وجود نداشت و علاوه بر همه همین صابر سیغازی تا سال 2015 تا وقتی که محروم عمر علی قوتوف از دنیا درگذشت اصلا از نشر کردن عکس و یا آشنایی شدن خودش در سامانه‌های مجازی ترس هراس داشت و هیچ وقت خود رو آشکار نمی‌کرد. حتی من با این نفر سفر داشتم از روسیه به ترکیه ما توسط کشنیو سفر کردیم و در کشنیو در یک هتل یک روز موندیم و در همین روندی که من 15 روز در ترکیه بودم در همین روند با هم رفتیم و عکس گرفتیم در استانبول و همیشه تاکید میکرد که صورت‌های ما یا که عکس‌های من در جای نشر نشود و حالا ادعای او میکند که در زمانی که این سازمان در سال 2014 تشکیل شده بود و این نفر تو اون زمان نه آشکار بود و نه در جلسه‌های مؤسسین تشکیل یعنی اشتراک داشت. حالا برمیگردیم به دوامی این. پس از بازداشت و استرداد مقصود ابراهیموف به تاجیکستان که به 17 سال زندان محروم از آزادی محروم گردید وضع داخلی تشکیلات مرکب شد. سال 2015 با دخالت ساختار بیرون از جمله انجمن نیروهای سوزنده تاجیکستان معروف لنگرچه و به طور غیر قانونی و همچون راهبر و صابر سیغازی و همچون معاون اعلام کرده شده که این کار از جانب راهبریت واقعی تشکیلات از جمله معاون یکم عبیدالله سیدی ناصرف رد کرده شده همچون دخالت غیر قانونی ارزیابی گردید. دوستان گرامی و هموطنان عزیز در سال 2015 وقتی که ما به خارج کشور اومدیم و مقصود ابراهیموف البته دزدیده شده بود به تاجیکستان برده شد و 17 سال زندان شد و ما در یک حالت بسیار غیر عادی قرار داشتیم. در اون زمان
یک انجمنی تشکیل شد، انجمن نیروهای سوزنده تاجیکستان، و در اون انجمن نیروهای سوزنده تاجیکستان اعضای ارشد گروه 24 در اونجا حضور پیدا کردن و یک شورا تشکیل کردن و در اون شورا یعنی چند حزب با هم بود، سازمان جوانان، گروه 24، آزادی دولت و وطنداری که رهبر جان عطی‌الله است. و بعد از یک مدت در رسانه‌ها نشر می‌گردد یک نوار، حالا این نوار را پاک کردن، همونطور که شما می‌بینید جایگزین مقصود ابراهیموف، و این نوار علاقه رسانه‌ها پاک شده است، اما همین نوار در یک نوار در سامانه یوتیوب نشر می‌شود و در این نوار اعلان کرده می‌شود که معروف لنگرچیف رهبر سازمان جوانان انتخاب شد و گویا که شورای سازمان جوانان برای تاجیکستان انتخاب کرده است. طبق تمام قانون‌های بین‌المللی و قانون‌های داخلی هر سازمان و هر تشکیلات، راهبری همون سازمان رو تنها اعضای اون سازمان حق دارند انتخاب کنند. یعنی انجمن یک تشکیلات اتحادیه است. تشکیلات اتحادیه حق ندارد که راهبر یک تشکیلات رو انتخاب کنند. راهبر تشکیلات رو خود تشکیلات انتخاب میکنند و به انجمن نماینده‌اش پیشنهاد میکنند که این راهبر من است و با راهبر مثلا ده نماینده دیگه من یا اعضای شورای من میتونن در اینجا باشد، چون ما یک اتحادیه، ولی او اتحادیه حق انتخاب راهبر ندارد. و برای همین من در قدم اول این رو انکار کردم و اعلان کردم که این مثلا داره که میبینید کدام جوانان این رو انتخاب کردن که شاگردان مقصود درک ندارد. این تعجب آور است، مردمی که مقصود رو انتخاب کرده بودن حالا از رسانه‌های خبری میفهمن که حقیقت ندارد. من همچون کاتب احیای تاجیکستان از این نشست خبر ندارم. آیا این نشستی بود که بودن یا مقصود این نشسته بود که کی بودن؟ یعنی منظورم اینجا ببخشید اشتباه کردم، اون زمان دیگه کم مشکلات زبانی وجود داشت، با جایی که کی شخص بنویسم کی چیز نوشتم. خب ببخشید، همچون کاتب احیای تاجیکستان، خب اینا کی بودن؟ خبر ندارن. ببینید مقصود ابراهیموف شورای تشکیل کرده بود، معاونی خودش درک نداشته است مگر؟ یعنی ما به این مقصود که آیا سازمان غیر از این شورایی که ما داریم یگان چیزی دیگه تشکیل کرده است که من بیخبر هستم که در داخل انجمن برای ما راهبر تعیین میکنن، اونم معروف لنگرچیف و یا معاونش صابیر. و علاوه بر همین این هم من انکار کردم و این رسمی است در سامانه‌های ما تو الان هست، این دلیل نکردم، من تو الان پاک نکردم، در سامانه فیسبوک ما میتونید ببینید. بعد از این همزمان در سال 2016 باز دوباره صابر سیغوزی به طور خسرانه خود را همچون راهبر و معروف لنگرچی همچون معاون خود معرفی کردن بودن. اینا جعلش کنک کردن و یکیش اومد راهبر بود، دیگرش اومد معاون، همین رو عوض کردن، ولی یگان ساختار نساختن. یعنی تو این زمان از نام سازمان شاید در گوجه چیزی نشر کردن، فقط در رادیوی آزادی یک بار نشر شده است که معروف لنگرچی جایگزین مقصود ابراهیموف شد و تمام دیگر نه مبارزه سیاسی صورت گرفت، نه در یگان اسمی سازمان صورت گرفت، نه یگان مثلا اینا به من مراجعت کردن که شما همچون معاون آیا همین سازمان از گذشته یگان چی داشت نداشت. علاوه بر این من بازم در سامانه میبینید یا تاجیکستان، این سامانه رسمی فیسبوکی گروه سازمان جوانان است که در سال 2014 تشکیل شده است. سال 2014 در روندی که ما در روسیه قرار داشتیم این رو انکار کرد. یعنی ببینید من عبیدالله ناصرف کاتب مقصود ابراهیموف این تغییرات کردی رو انکار کرده، او رو دخالت در داخلی سازمان جوانان برای تاجیکستان میشمارم. ببینید این رو نیز انکار کردیم. با وجود همین موجود بودن نامه‌های رسمی، یعنی از جانب ادوکات نیکولایویچ، ادوکات یک مقصود یک نماینده حقوقی مقصود ابراهیموف بود، البته عین حال او همچون یک خائن به خاطر فروخته شدن این طرف اون طرف معرفی میگردد، اما یعنی نماینده یعنی ادوکات مقصود بود. او یک نامه رسمی از نامی که او سازمان ما رو باید برای به رسمیت شناختن که تمامی اسناد سازمان در دست او بود به مینیوس مسکو روان کرده بود و اون نفر برای من نامه رسمی و با مهر داده است که من یعنی نفر تاییدی مقصود ابراهیموف در همین سازمان است و این چیزا با یک مهر زده است، چون او از دید سندی تمام اسناد در دست دارد و او اسناد عینی حال در دست من هم نیز هستند که تمامی اسناد نشان میدهد که من اداره کننده این سازمان هستم.
خب ببینید علاوه بر همین صابر و خرسند هیچگاه برای اداره یا هماهنگسازی سامانه‌های اطلاعاتی تشکیلات که از سال 2015 و 17 فعال بودند مراجعت نکردند و در سال‌های 2015 2020 هیچ گونه فعالیت واقعی از نام تشکیلات نداشتند. اگر آنها واقعا راهبر می‌بودند می‌بایست دارای وبسایت رسمی، صفحه‌های فعال در فیسبوک، یوتیوب یا حداقل مراجعت برای اداره کنی سامانه‌های اطلاعاتی تشکیلات می‌بودند، یعنی به من مراجعت می‌کردند. تو این زمان اینو هیچ مراجعت نامه به من روانه نکردن که من راهبرم بیا سامانه رو به من بسپار. خب سال 2015 سامانه فیسبوک بود، گروهی فیسبوکی بود، چرا به من یک بار مراجعت نکرد؟ همین صابر که گویا راهبر است چرا یک بار مراجعت نکرد؟ چرا یک بار نگفت که همین گروه ها از کیان، چرا برنامه سازمان مبارزه میبرن؟ یک بار به من برومد بگه که خودت خد جانشین این مقصود بودی نفر سازمانی یا یگان بار اعضای سازمان قدی به کدام نفر مراجعت کرده؟ برای همین این مسئله غیر قانونی از هر لحاظ خواهد بود. مسئله دیگر علاوه بر همه همین معلوم است که صابر سرغوزی در انتخابات رسمی گروه 24 اشتراک نموده نامزد خود را پیشنهاد کرده است. این دلیلی مستقیم است که فعالیت سیاسی او به همون حرکت وابسته میباشد. از این رو ادعای او همچون راهبر سازمان کاملا بی اساس و منطقی غیر امکان میباشد. ببینید یک انسان نمیتواند همزمان راهبر یک سازمان مستقل باشد و علاوه بر این بتواند اداره یک سازمان یک نامزد یک حرکتی مستقل دیگر بکنه. این چگونه میتواند راهبر سازمان باشد؟ حالا اگر که بگیریم که فرض کردیم که در سال 2016 ما یک بیانیه نشر کردیم در سامانه رسمی حرکت سیاسی گروه 24 و در اونجا نوشتیم که سازمان جوانان برای تاجیکستان جزئی بخشی از گروه 24 میشود، یک بخش از گروه 24 میشد و ادامه مبارزه خود را در داخل گروه 24 میبرد. بر اساس همین سازمان بخش کادرهای گروه 24 گردید. یعنی بخش کادرها، هر کسی که رئیسی بخش کادرهای گروه 24 میبود او راهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان میشید طبق قرار شورای گروه 24 که با این ادامه میتید تا زمانی که نیاز باشد. پس اگر هم که ما فرض کردیم که امروز اینا خود رو راهبر اعتراف کردن در کدام اساس؟ یا اساسی اون نشر شده گروه 24 رو انکار کردن، او رو دروغ میشمارن یا در اونجا نبودن و یا اینکه امروز خود رو غیر قانونی برای غیر معقول برودن خود رو راهبر انتخاب کردن. نه اینش درست میگوید نه اونش درست میگوید. یا اینه که بیانیه نشر کردن که ما مستقل شدیم و عین حال سازمان جوانان دوباره مستقل است، بخش از کادرهای گروه 24 نت و مستقلانه خود اداره میکند و راهبر دارد دیگر. چون راهبر بدن نمیتواند در زمانی که سازمان با قرار گروه 24 وارد گروه 24 شد و دیگر راهبر نداشت، راهبر از بین رفت. او ما در داخل گروه 24 همه کسا مبارزه بردیم و من سخنگو بودم، نماینده بودم. خودی صابر نمیفهمم نماینده اتحادیه اروپا بود یا که دولت‌ها کشورهای مشترک المنافع بود و نمیفهمم بعد دیگر شاید وظیفه‌های دیگه ایرم داشت. اما دیگر راهبر نبودن هیچ نفری و عین حال هم این نفر راهبر بودن نمیتونه طبق همون قرار خودشون. و اگر این قرار دروغ باشد پس دقیقاً است که بر اساس همین حرکت سیاسی گروه 24 در داخل سازمان ما با این کارش دخالت میکنه. من روزی که سازمان رو مستقل ساختم به یکی از نمایندگان ارشد همین گروه زنگ زدم و گفتم که برادر من سازمان رو اعلان میکنم مستقلیتش و عین حال من پیش کامپیوترم و من را اعلان میکنم و پیش از آنی که اعلان و نشر بجقم من به خودت میگم که برادر من با شما جنگ اعلان نمیکنم، با شما هیچ وقت جنگ نمیکنم، با ضد شما در جایی نمینویسم و بر اساس همین از شما هم همین طلب دارم که نکنین همین کارو. ما مستقلیت خود اعلان میکنیم، مبارزه رو میبریم جداگانه و شما جداگانه مبارزتون رو ببرید
و اون نفر گفت که این کار نادرست است، این کارو نکن، این در موبایل نادرستی میاد. خب گفتم که در سازمان دیگر عین اون تقریبا من موندم و دیگه بچه‌هایی که در اینجا هستن دیگر من بیرونش میکنم و برای همین من به شما آگاه میکنم و من به شما مشکل ندارم و خارج میشم. و ما اعلام کردیم اینا بعد از یک سال چند ماه میگذره و عین حال اینو دوباره اومدن و در سازمان ما غیر قانونی چیکار میکنن؟ دخالت میکنن. من 3 روز پیش یا 2 روز پیش با یک نماینده اینو بر اومدم، یکیش رد کرد و این حرفی مرا نرسون و بعد از او به یکی دیگهش بر اومدم گفتم که همین کارو نکنه. 2 مرتبه میشود و وبسایت من درخواست شکایت و شکستن وبسایت من را دارید. اگر بار سوم همین شکایت ها بیاین منم عمل میکنم، سازمان ما هم عمل خواهد کرد و ما هم برای شکستن وبسایت های شما، برای سامانه های رسانه های شما و ما هم دست به عمل خواهیم شد. و اگر شما دخالت میکنید ما هم دخالت میکنیم و اگر این کار امکان باشه. برای همین اون نفر به من گفت نه این کار گروه 24 نیست. ببخشید اینترنت من چه جور است برادر؟ اینترنت من خوب است، کم کم میچسبه. اینترنت من خیلی است بچه‌ها. اینترنت من خوب است. اینترنت من بچه‌ها سوز است در این چیتون. با خودی که کم کم آواز بزیم اومده است در خود من. بچه‌ها صدای من هست؟ خوب است. اگر که بزیب شد بچه‌ها خبر کنید به خاطر که من میبینم که کم کم مشکلات پیش اومده است. حالا این گفت که نه این کار گروه 24 نیست، بیاید من یه معلومات معلوم کنم. من گفتم در وابسته اونه که خودت معلوم میکنی اگر همین شکایت سیوم بیاید من اقدامات ضروری میاندیشم و قدم به قدم هر یک شکایتی که شما اومد منم یک وبسایت شما رو میشکنم. یک کار کردم برام یک کار میکنم، شما یک ضربه میزنی برام یک ضربه میزنم. نمیشود که شما یک نفر ضربه بزنی یک نفر به شما ضربه نزنه. این امکان ندارد. شما مرا زدید من شما رو میزنم. این طبیعت زندگی انسان همین است. میگوید که من خب اگر که حرکت سیاسی گروه 24 نمیداند چگونه خودسرانه چون این اتفاقا میافتد، چگونه یک نفر میآید از نام گروه 24 هر چیزی که میخواد نشر میکنه، در حالی که من 6-7 روز پیش به اشاره بار اول وقتی شکایت اومد من یک بیانیه نشر کردم در فیسبوک خودم و این رو انکار کردم. این کاری درستی نیست و دخالت در داخل ما نکنید. من اسم نبردم ولی میبینم که اونها اهمیت نمیدن، همینطوری که نمیدونن و علاوه بر همه همین وقتی که یک سامانه فیسبوکی فکی با نوع اسم سازمان ما تشکیل کرده شد و در اونجا صابر خودش رو رهبر اعلام کرد، تمام تیمی تبلیغات حرکت سیاسی گروه 24 دخالت کرد. پس وقتی که دخالت مستقلانه فرمان از بالا نیست، از جانب شورای گروه نیست که خود صابر اعضای ریاست همین شورای حرکت سیاسی گروه 24 است، چگونه میتواند تبلیغات تیم در اینجا دست به کار شود؟ پس شک این است که شما دست دارید و دست شما معین است و اگر درخواست‌ها برای شکایت و شکست گروه ما سازمان ما ادامه پیدا کند ما هم این کار میکنیم. این طوری نیست که شما زور و ما ضعیف و اگر شما زوری میکنید ما هم زوری خواهیم کرد و اگر شما ضربه میزنید ما هم ضربه میزنیم. من در پیش بچه‌ها 10 بار گفتم که برادرها من حرکت سیاسی گروه 24 از سال 2014 با تمام تلاش ها ساختم و هیچ وقت نمیخوام خانه رو خراب کنم. ولی اگر شما میخواهید که چیزی را که من وقت من مصرف کردم و این سازمان رو ساختم و رسانه‌هاش براش زحمت تلاش کشیدم، بچه‌ها زحمت تلاش کشیدن و این را شما برباد بدید، این گونه نیست که شما بدون ضربه خواهید ماند. شما ضربه زدید ما ضربه میزنیم. شما وقتی ما را برای برقرار کردن وبسایت 2-3 هفته گرفتید. ما برای پیشنهاد نمودن به همین وبسایت به ادمین همین ها ما هزارها اسناد پیشنهاد کردیم که دوباره بتوانیم کاملا حقوق شما را از بین باطل بکنیم و حقوق خود را برگردونیم، وگرنه اون سامانه اون چیزی که شما به رسمیت شناختید اون یک چیزی رسمی به شما می رود اگر که ما اثبات نمیکردیم که این چیز باطل است. و به علاوه همین من به کشور اتریش نامه رسمی فرستادم به اداره‌های داخل دارش، به یک اداره‌اش به وزارت خارجه و به دیگه اداره‌هایی که به همین مربوط کار میکنن که این کار غیر قانونی است و این تشکیلات باید باطل کرده شود در کوتاه‌ترین فرصت. و بار دیگر هم
از همین طریق رسانه مستقیما به بچهای گروه 24 و کسایی که مسئولن و میدونن که این کار غیر قانونی است و نباید در داخل سازمان ما دخالت کنند و پیشنهاد من در کوتاه‌ترین فرصت این اسناد باطل کرده شود. این اسنادی که اینا به رسمیت شناختیان باطل کرده شود، چون این راهبر و مثل سیغوزی وجود نداره در سازمان ما. این باطل است، اعلان راهبریتی باطل است از جانب سازمان. ما این را باطل اعلان کردیم در گذشته. اگر این را رسانه‌ها نشر کردن مشکل رسانه‌ها است. من به رادیوی آزادی و به راهبریت رادیوی آزادی درخواست کردم و بازم از اینجا مراجعت میکنم و بازم یک نامه دیگر بعد از این با ارسال خواهم کرد که تمامی جزئیات تشکیلات و مال تشکیلات در دست ما بنده است و من راهبری قانونی این تشکیلات هستم و از شما خواهش میکنیم که هر نفر را به اسم راهبر این سازمان چیکار نکنید، نامبر نکنید. من به رادیوی آزادی اروپا به اداره رسمیشان به نام راهبرشان الکی نامه در روی کردم و علاوه بر این برابر تاجیکیش هم نامه روان کردم و لازم باشد بازم بالاتر خواهیم رفت و تمام این نامه ها را درخواست خواهیم کرد که این کار باطل کرده شود و هیچ وقت نتوانند به سازمان ما دخالت کنند. و به علاوه همین من بازم از بچهای 24 طلب میکنیم که در کوتاه‌ترین فرصت عمل کنند، در کوتاه‌ترین فرصت این مشکلات را حل بکنند، وگرنه این مشکلات بزرگتر و بزرگتر می شود و من نمیخوام که با اون سازمان با اون حرکتی را که سالها ساختم با مشکلات روبرو بخورم و مشکل با بچه ایجاد کنم. من نمیخوام این چیزا. من خواهش ندارم که با شما مشکل ایجاد کنم. هیچ وقت با شما مشکل ایجاد نمیکنم و مشکل ایجاد کردنم نخواهم کرد. فقط اینه که اگر شما میخواهید من سازمان برای شما برگردانم، شما راهتون معین است. من بارها پیشنهاد کردم و باز میگم که همین بچه‌هایی که با من بر اومدن تمام طلبشون یک چیز است، شما یک جلسه را برگزار بکنین، در اون جلسه من دعوت بکنین، تمامی اتهامایی که نسبت من وارد کرده اثبات بکنید. اگر اتهامای شما اثباتش پیدا شد، تمام من گناهگار میرم و شما مرحمت سازمان و تمام رسانه‌اش رو بگیرید. و اگر شما حتی غیر از این شما اتهامایی که وارد میکرد اثبات کردن نتوانستید، گناه خود رو قبول بکنید، من بچه‌ها را برمیگردونم به شما و تیم‌ها را برمیگردونم، از گروه خارج میشم. مشکل ندارد این چیز. ولی شما بیاید به اتهامایی که وارد میکنید نسبت انسان دلایل بیارید، نشان بدید، اثبات کنید. آخر هر کس هر چیزی گفت اثبات کردن نتوانست. مثلا همین خرسان نجم‌الدینov در همون جلسه من همچون قنچق گفت، تحقیر کرد. من در اوبیسی رفتم گفتم که ای بچه شما من تحقیر کرده در جلسه رسمی حرکت، بخشش بپرسید. میگن نه، به اسم راهبر یک نفر هم در اوج 6 است نمیگه، میگه کاری خودش است. در جلسه حرکت این نفر تحقیر کرده است، کاری خودش نیست دیگر، این کار جلسات است. همین راهبر امروزه شان همین افلاس یک زمان مرا حقارت کرد در جلسه و مسئول گری بیرونش کرد، مجبورش کرد بخشش بپرسه. راهبر اون زمان سهراب ظفر مسئولیت به عهده گرفت، گفت این مسئول اون است، این حرکت چارچوب دارد، در اینجا هر کس تحقیر کردن نمیتواند. پس امروز در حرکت سیاسی گروه 24 تحقیر کردن، اتهام وارد کردن یک موقع قانونی شده است؟ این امکان ندارد. برای همین وقتی که شما اثبات کردن نمیتوانید، پس بیایید گناه خود رو بپذیرید و سازمان رو قانونی از راه چارچوب قانونی به دست بیارید. من ادعاهای اونه نکردم که من میام، نه، در مقابلشون من در مقابل رحمان مبارزه بردم و از سال 2025 اولی سالی که ما اعلان کردیم مستقلیت، بیایید که در جای ما به ضد گروه 24 گپ زدم. من در جای چیزی نوشتم، من نکردم و نمیکنم در آینده را. برای همین وقتی که ما از اول خارج شدیم اعلان کردیم و به شما گفتیم، آگاهی دادیم و تو امروز باز هم آگاهی میدیم که کار شما غیر قانونی است و ادامه این کار اعلان جنگ است و اعلان جنگ و دخالت در سازمان ما بدون پاسخ نمیماند و پاسخ‌های جدی از جانب ما
دوده می شود. برای همین حالا دوامی نامه را بازم بخونیم. همطور که شما میبینید خرسند نجم‌الدین نیز نماینده حرکت در اولو اتحادیه اروپا بود، در هر جا بود، یعنی اعضای گروه 24 اعضای سازمان ما نیست. و علاوه بر این ما 2 سال می شود بیشتر از این از اسم سازمان در تشکیلات بین المللی برآمد میکنیم و سخنرانی میکنیم و باز هم سامانه‌های رسمی تشکیلاتی ما که نشان یوتیوب از سال 2017، گروه فیسبوکی هم در که شما میبینید از سال 2015، سامانه فیسبوکی از سال 2015، وبسایت ما از سال 2024، عکسایی که شما میبینید در اداره کرامت شریپوف من نشستم، مقصود ابراهیموف است، نسیم جان شریپوف است و دیگه برادرایی که در اینجا هستن، حالا انوری از دیگه برادرایی که شاید بعضیش تاجیکستان رفتن از سبب مشکلات. و علاوه بر این عکس دیگری را که میبینید در اینجا ما با مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان و نماینده معاون سفارت محمد اگمزاد که ما در مسکو یک ملاقات رسمی با نمایندگان حکومت های روسیه و حکومت تاجیکستان داشتیم که در اونجا ما بچه‌ها سخنرانی کردن و این عکس بعد از او گرفته شده است و ده ها دلایل دیگری که اثبات میکنن و حتی همین نامه رسمی از جانب رهبر زندانی گروه 24 به من که مرا همچون معاون همین سازمان معرفی میکند و این نامه تو امروز موجود است و این نامه هیچ وقت از دست من گم نشده است. برای همین بازم طلب میکنیم که در کوتاه‌ترین فرصت این مسئله حل خودش پیدا کند و حرکت سیاسی گروه 24 اگر دخالت در داخل سازمان ما نمیکند این را آشکار بکند و آشکار بیان کند که در داخل سازمان ما دخالت نکرده است و هیچ وقت حق دخالت نداشته و این انسان ها خودسرانه کار کردند و برای خودسرانه این کار کردن اونها رو به جوابگری بکشد و تیم تبلیغات هم که تبلیغاتی بر دروغ به مردم برساند با اونها نیز چوراندشی کند. در غیر از صورت خب دیگر ما آینده مبارزه خود رو ادامه میدیم و بدونن که اگر که تلاش در دخالت میکنن ما هم تلاش برای دخالت اونها خواهیم کرد. این بود موضوع اول و برمیگردیم به موضوع دیگری که صحبت خواهیم کرد. دوستان گرامی، همونطور که بازم گفتم این سامانه رسمی سازمان ما است و فیسبوک و یوتیوب برای شما نشان دادم و با 3 زبان یعنی انگلیسی و روسی نشر کرده می شود و من برای ایران یک بیانیه دیگری نشر کردم به زبان فارسی، ولی بیشتر ما به زبان فارسی نشر نمیکنیم، ولی همه نامه‌های ما و نوشتجات ما با زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی خواهد بود. خب دوستان گرامی، هموطنان عزیز، بار دیگر شما را با برنامه قدرت و حقیقت تحت شماره 51 خوش آمدید میگویم. این برنامه است که ما همیشه تحلیل های گوناگونی رو بررسی میکنیم و در اینجا به شما پیشنهاد میکنیم. مسئله و هدف اساسی ما یک چیز است: بیدار کردن شعور سیاسی و تفکر و اندیشه شما برادران و خواهران گرامی. در این برنامه هدف ما اون نیست که ما بیاییم برای شما بگیم که برای برادران در فلان جا انقلاب کنین، در فلان جا فلان کار کنین. نه، اینجا هدف برنامه فقط اندیشه را تغییر دادن و انقلاب فکری را در فکری مردم جاری کردن است و اگر ما این کار رو انجام دادیم مطمئن باشه که به همون زینه اساسی که رسیدن به انقلاب است میرسیم و اگر به اون زینه رسیدیم بعد برنامه‌های دقیقی پیشنهاد خواهد شد که ما با کدام طریقه و با کدام ایدئولوژی به تاجیکستان برمیگردیم و چگونه حکومت را در آینده تاجیکستان میسازیم. تا اون زمان ما از هر راهی موجوده حقوقی که وجود دارد، حقوقی است و دید قانون به ما اجازه داده است، از اون راه پیش خواهیم رفت و مبارزه خواهیم برد و کوشش میکنیم که مردم رو بیدار کنیم تا سرجم شوند و بعداً اون نقشه اساسی که تغییر حاکمیت است چطور کنیم پیشنهاد کنیم و بریم این مبارزه رو ببریم. حالا دوستان گرامی و هموطنان عزیز، شما میدونید مشکلات 4 روزه در داخل حکومت جمهوری اسلامی در سرزمین ایران رخ داده است که حکومت اشغالگر اسرائیل و آمریکا به سرزمین ایران حمله کردند و ما میخوایم در اینجا یک تحلیلی داشته باشیم که در رسانه‌های تاجیکی بسیار کم است چون این یک تحلیل ها و مشکلات هایی که عین ها رخ می‌دهد در جهان و ما همونطوری که در گذشته در مسئله اوکراین برنامه‌های مشترک داشتیم، یعنی من اون زمان در گروه 24 بودم و 10 برنامه برای اوکراین انجام دادم، حتی بعضی‌ها خودشان را قریمون دار بکشند که باید برنامه‌های مستقل در مقابل حکومت روسیه انجام داده شود، برنامه‌های هر روزه و پخش مستقیم که ما در مقابل این جنگیم
ولی امروز از حرکت سیاسی گروهی بسیار چنین برنامه‌ای وجود موجود نیست و من از جانب سازمان جوانان چون یک برنامه‌ای را پیشنهاد کردم و کوشش می‌کنم که شاید یک روز دیگر چون یک برنامه‌ای را انجام بدیم. برای این برنامه یک برنامه تحلیلی است و کوشش می‌کنیم که کوتاه‌تر، یعنی ما 10-15 دقیقه 20 دقیقه وقت داریم، در 20 دقیقه برای شما معلوماتی برای مسئله که رخ داد انجام بدیم. بیاید برمیگردیم بر رادیوی آزیا پیلوس که آزیا پیلوس تقریبا به موقع این مسئله را بیان می‌دارد، چون در رادیوی آزادی ما می‌دونیم که رادیوی آزادی آمریکایی است و میتونه اون مسائل طرف‌ها را بگیرد و به همین خاطر ما به آزیا پیلوس می‌پیوندیم و از رادیوی آزیا پیلوس وابسته به این خبر یک معلوماتی رو نشر می‌کنیم و این معلومات رو به سمت شما پیشنهاد کردم می‌خونیم ان شاء الله. خب رفتیم دوستان گرامی. خب از لغو پروازها به تهران تا گران شدن نرخ نفت در بازارهای جهانی، آخرین خبرهای مربوطه به خاورمیانه. دوامی روز حمله ایران به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای خاورمیانه ادامه یافته و در پاسخ به این اسرائیل هم به ایران چند موشک پرتاب کرد. در ضمن حوادث اخیر سبب لغو پروازهای سومون ایر از دوشنبه به تهران شد و ساکنان تاجیکستان برای همدردی به سفارت ایران رفتند. آخران تحولات مربوط به منطقه را در مواد ما خوانید. همدردی تاجیکستانیان. امروز 3 مارس تعدادی از شهروندان تاجیکستان به سفارت ایران در دوشنبه رفته کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران و چند از مسئولین شهروندان این کشور را تسلیت گفتند. سفارت میگوید که آنها به اهدای گل همبستگی خود را به ملت ایران اظهار داشتند. بغیر از این طالب آذرخش و فرزانه خوجندی، دو شاعر خلق تاجیکستان، به سفیر ایران در دوشنبه پیام همدردی خود را فرستادند. در این پیام شاعر به سفیر و مردم ایران تسلیت گفته اظهار داشتند که چه فرخنده عمری که در راه نجات وطن فدا شود و چه پاینده نامی که برای پشتاقی میهن و در جریده قلب‌های منور برای همیشه ثبت گردد. این نامه دو شاعری تاجیک در این حالتی که در ایران رخ می‌دهد. خب همزمان لغو پروازها، پیش از اونی که به لغو پروازها برمیگردیم دوستان گرامی، در همین جا یک نکته رو باید ذکر کنیم که تقریبا طوری 4 روز میشود این جنگ در خاورمیانه ادامه دارد و حکومت تاجیکستان یعنی خود امالی رحمانوف برها در ملاقات با پزشکیان و بیشتر در ملاقات با رئیسی پرزیدنتوی جمهوری اسلامی ایران بسیار وعده داده بود و بسیار قول داده بود و برادرانه صحبت کرد و حتی یک شعری هم در اونجا زمزمه کرد که از برادری و همبستگی صحبت می‌رفت و همیشه ادعا می‌کرد که تاجیکستان و ایران یک ملت هستند و در قالب دو کشور. برای همین ایرانی‌ها را گفت که در تاجیکستان خود را در خانه‌تان احساس کنید و تاجیکستان خانه شماست. ولی می‌بینیم که تقریبا بعد از گذشت 4 روز هیچ بیانیه‌ای از جانب امالی رحمانوف نشر نمی‌شود، همدردی کرده نمی‌شود. یعنی رهبر عالی یک کشور در گذشته است. امالی رحمانوف چیکار می‌کند؟ کوتاه‌ترین فرصت باید چیکار کند؟ نامه بفرستد، همدردی بیان کند. حتی موشی الیزابتا وقتی که درگذشت امالی رحمان رو بیانیه نشر کرد. وقتی پوتین نمیفهم یک نفرش در یک شهروند در یک جا کشته شد، امالی رحمان رو بیانیه اظهارات نشر کرد و از اونو همدردی کرد. اما ما میبینیم که با اسم خود امالی رحمان رو کشوری با ما برادر، هم تبار، هم میهن و دو کشور یک ملت در قالب دو کشور، یعنی ما یک ملت به گفتیم امالی رحمان رو در قالب دو کشور و اونم در 4 روز بعد از کشتن رهبر عالی یک کشور، اونم به گفت امالی رحمان برادر هیچ اتفاق و بیانیه از جانب او نشر کردن نمیشود و از جانب حکومت او. این خود نشان داد اونی است که حکومت امالی رحمانوف هیچ گونه هویت ملی ندارد و هیچ گونه سرچشمه خودشناسی ملی وجود ندارد در داخل این ملت و همزمان در مخالفان تاجیک هم نیست. غیر از سازمان ما یگان سازمان و جریان و حرکت ها حزب ها تو امروز یگان موردی نشر نکردن. پس نشانی آنی است که امروز موقع گیری برای کشورها و برای حزبها بسیار مهم است که در کدام طرف هستند. موقع میگیرند ما با امریکاییم. چرا؟ چون امریکا امروز با حکومت جمهوری اسلامی
جنگ دارد و اگر امروز پشت جمهوری اسلامی رو گرفتی از دید امریکایی ها و هر کس دیگر تروریست میشه و این چیز خطری بزرگی داره. برای همین امروزه امامعلی رحمان چیکار میکند؟ همین موقع رو میگیرد و هیچ وقت بیانیه نشر نمیکند و مخالفان اون نیست در همین موقع قرار دارند، یعنی طرف امریکایی و نمیخوان یک مقاله نشر کنند یا اینکه انکار کنند. ما در سازمان جوانان برای تاجیکستان، من این مقاله رو به سمت شما میرسونم، در سازمان جوانان برای تاجیکستان یک مقاله نشر کردیم و این مقاله رو ما به سمت شما میخونم. بسیار یک مقاله مفصل است و در این مقاله ما حالا دوستان گرامی من این مقاله رو به سمت شما نشر کنم. خب این مقاله رو نشر کردیم و در اینجا این مشکلات رو چکار کردیم؟ این کار کردیم. سازمان جوانان برای تاجیکستان همدردی و محکومیت خود را نسبت به حملات نظامی علیه ایران اعلام میکند. سازمان جوانان برای تاجیکستان با اندوه عمیق مراتبه همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به مردم شریف ایران و خانواده‌های داغدار ابراز می‌دارد. ما به صراحت هر گونه حمله نظامی به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از جمله اقدامات تجاوزکارانه علیه سرزمین ایران را با شدت محکوم می‌کنیم، چون این اقدامات نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین المللی و منشور ملل متحد محسوب می‌شود. اگر حمله مشابه علیه هر کشور دیگر از جمله ایالات متحده یا اسرائیل صورت می‌گرفت، با کشته شدن عالی ترین مقام آن کشور می انجامید، به تردید واکنش‌های شدید و محکومیت‌های گسترده جهانی در پی داشت. این امر نشان دهنده ضروریت رعایت عدالت و پرهیز از معیارهای دوگانه در نظام بین المللی است. ما هر گونه تجاوز نظامی از سوی هر کشور به کشور دیگر را مردود دانسته آن را خلاف قانون اصولی پذیرفته شده بین المللی می‌دانیم. در پایان بار دیگر همبستگی خود را با مردم ایران اعلان نموده برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و استقامت آرزو می‌کنیم. با احترام، سازمان جوانان برای تاجیکستان. این بیانیه ما بود در نسبت مشکلاتی که در ایران رخ می‌دهد. حالا دوستان گرامی، مسئله دیگری که من اینجا از پیروز خواهم خواند، مسئله مشکلاتی که در رسانه‌ها نشر شده است. در این چند روز اخیری که ما می‌دانیم در روز حملاتی که از اسرائیل امریکا صورت گرفت، متاسفانه چندین نفرای کلیدی حکومت ایران به قتل رسیدن و علاوه بر این چندین کودک‌های زیر سن و مکتبخوان متاسفانه شهید شدن. اون مکتبخوان‌ها متاسفانه در این جنگ بسیار، یعنی ضربه سخت خوردن در روند تحصیلات، در روند آموزش علم، که این بسیار بسیار عملی غیر قانونی وحشتناک از جانب هر کشوری است که این رو انجام داده است و ما از تمام سازمان‌های بنفوذ و کشورهایی که انسانیت کمی در اون وجود دارد خواهش میکنیم، طلب میکنیم که این را محکوم بکنن و به مردم ایران کمک برسانند که انسان کشی و نسل کشی و مخصوصا پارس ها که ما خودی ما پارس هستیم از بین برداشته شود و سرزمین ایران، زمین که اون جزء تاجیکستان هم هست، پاینده باشد و امن و امان باشد و بدون جنگ و تردید. و در این چند روز بازم خانه های زیاد خراب گردید، مردم زیاد متاسفانه کوچمنچی شدن، از خانه های خود بیرون شدن و این ضربات خیلی زیاد در طرف ایران وارد گشت. و علاوه بر این ایران در چند روز اخیر نیز حملات دیگری را انجام داد. همونطوری که شما میبینید در سرزمین اشغالگری اسرائیل پرتاب‌های زیاد انجام داد که چندین ساختمان‌ها خراب شد، چندین ساختمان‌های دولتی نیز خراب شد و تمام تجهیزات نظامی امریکا در خاورمیانه در کشورهای عربی مورد هدف ایران قرار گرفتند. ما همونطوری که می‌بینیم در بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، حتی در قبرس، در چندین کشورها ایران حمله کرد، با موشک‌های خود توانست این تجهیزاتی که به ضد ایران حمله کرده میشد اونها را چکار کند؟ بزند و از خراب بکند. همونطور که شما میبینید آمار کشته شدگان ایران الکی از پیروز نشر کرده است و 555 نفر گفته می شود. قبلا تعداد، یعنی در اینجا میبینید در همین حال هلال احمر
ایران خبر داده است که تعداد کشته شده ها در پی حملات آمریکا و اسرائیل به این کشور به 787 تن افزایش یافته است که قبلا تعداد کشته شدگان 555 نفر بود. یعنی الکی تقریبا حدود 800 نفر متاسفانه در این جنگ کشته شدند. تعداد زخمیان اعلام نشده. در روز اول حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، هلال احمر تعداد زخمیان رو 747 نفر گفته بود. خب این جمعیت اظهار داشته است که آمریکا و اسرائیل تاکنون به 153 شهر و 504 نقطه ایران 1039 ضربه زدند. اژانس بین‌المللی انرژتیک اتمی حمله به نشانه هسته‌ای نتنز را تصدیق کرد. همچنین اژانس بین‌المللی انرژتیک اتمی تصدیق کرده است که چند بنا در نشانه‌های هسته‌ای نتنز در نتیجه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آسیب دیدند. اژانس چندی پیش در صفحه خود نوشته است که طبق تحلیل عکس‌ها محوروی درآمدگاه کارخانه زیرزمینی غنیگری اوران ضرر دیده است، ولی گفته است که خطر پهنشوی رادیاسیون وجود ندارد. کوتاه از حوادث ایران. در ساعت‌های گذشته حمله آمریکا و اسرائیل به ایران ادامه داشته به چند نقطه از جمله در خیابان پردیس و پرچین تهران، بوشهر و اورونی ضربه زده است. خبرگزاری فارس از کشته شدن 13 نفر در پی حمله روز گذشته به یک پایگاه ارتشی ایران در شهر کرمان خبر داده است. در حمله امروزه به اصفهان نیز 3 نفر کشته شده است. خب رسانه‌های ایرانی با تکیه به وزارت میراث فرهنگ این کشور خبر دادند که در پی حمله آمریکا و اسرائیل کاخ گلستان آسیب جدی دیده است. کاخ گلستان از جمله آثار تاریخی مهم در تهران پایتخت ایران میباشد که فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده است. خب اسرائیل تعداد زخمیان در پی حمله ایران و اعلام کرد. همچنین حمله ایران نیز به اسرائیل طی چند ساعت اخیر شدت گرفته. وزارت تندرستی اسرائیل اعلام کرده که در پی حمله ایران به اسرائیل 1050 تن زخمی شده است. گفته می شود که این تعداد تنها 120 نفر در بیمارستان بستری بوده، باقی مانده رخصت شدند به نوشته The Time of Israel. ضمن حمله های ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه نیز ادامه دارد. از جمله امارات متحده عرب از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 68 تن در پی حمله های ایران خبر داده می‌نویسد الجزیره. وزارت دفاع امارات گفته است که ایران به این کشور 186 موشک و 812 پهپاد زده است و ادعا کرده است که 172 موشک و 755 پهپاد را نابود کرده است. همچنین اون گفته است که طی چند ساعت اخیر یک پهپاد در نزدیک بندر سلاله سقوط کرده و یک پهپاد دیگر در این کشور راهگیری شده است. تلفات به قید گرفته نشده است. دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد میگوید که از زمان آغاز حمله اسرائیل به لبنان پیش از 30,000 نفر به پناهگاه رفتند. کویت چند پیش از حمله سفارت آمریکا در شهر کویت را تصدیق کرد. قطر چند ساعت پیش اعلام کرده است که بیش از 8,000 نفر بنابر بسته بودن فضای هوایی در منطقه درماندند. نرخ نفت گران شده است. در همین حال در پس منظره حمله آمریکا و اسرائیل به ایران نرخ نفت و گاز در بازارهای جهانی گران شده است. روزنامه بریتانیایی فینانسیکال تایم خبر داده است که ارزش گاز در اروپا 45 برابر بالا رفته است. و 39 کیلومتر، خب این به انگلیسی نوشته است، ما نمیخونیمش همونطوری که شما میبینید. همچنان ایران هنگ هرمز گذرگاه باریک میان خلیج فارس و اقیانوس هند را محدود کرده که توسط آن 20% تمام نفت و گاز دنیا از این تنگه میگذرد. در همین حال نرخ نفت تا $85 برای یک بریل بالا رفته است. کارشناسان پیشگویی میکنند که این به زودی میتواند به $100 برسد. با آخران تحولات ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، وضع تاجیکستان در دیگر کشورها در بخش مستقیم از اقیانوس آگاه. خب برادران گرامی، همونطور که شما دیدید مسئله متاسفانه مشکلات ایران و آمریکا و اسرائیل باعث میگردد که مسئله های داخلی و خارجی تاجیکستان بسیار ضربه ببیند. ما میبینیم که در داخل تاجیکستان نفت بالاتر میرود و علاوه بر همه همین شهروندان ما که در دولت‌های عربی قرار دارند امروز با مشکلات بسیار جدی روبرو گشتند و
هواپیماها بسته شده است، نمیتونن سفر بکنن و علاوه بر این شهروندان ما در داخل ایران با درخواست اونی که به سفارت صورت گرفته است زیاده از 100 نفر درخواست کرده است که میخواد به تاجیکستان بر بگردد. همه این نشان میدهد که این ضربه به ما تاجیکستانی‌ها بسیار ضربه سختی میرسانند و به علاوه همه این مشکلات ها نشان میدهد که تاجیک ها باید زیرک باشند در مسائل های سیاسی و دولتداری خود، زیرا این جنگ های جهانی نشان میدهد که ابوالقدرت ها از جمله امریکا، روسیه، اسرائیل و دیگر کشورها، چین، نمیخواهند که کشورهای خرد و یا کشورهایی که میخواهند بزرگ شوند آنها بزرگ بشوند و اگر که بخواهی بزرگ بشوی و مثل ایران برای به تو حمله میکنن، تو را میکشن، تو را از بین میبرند. برای همین ما باید زیرکی خود را از دست ندهیم و ببینیم که چگونه ما میتوانیم از همین مشکلات در بیاییم و هیچ وقت همچون یک کشوری یعنی هیچ وقت استقلالیت خود را از دست ندهیم و در صورت خاموش بودن، در صورت اداره نکردن درست دولت، ما میتوانیم تاجیکستان را از دست بدیم و یک کشوری جزئی نمیفهمم روسیه و یا اینکه ایران یا افغانستان و یا هر یک کشور دیگری بشوید. برای همین برادران و خواهران گرامی، ما برنامه خود را برای همین میکنیم که بدونید که این ضربه هاش بسیار سخت است و به علاوه این ما میبینیم که امروز جهان همچون یک قانون جنگل یعنی تبدیل یافته است. جهان امروز به قانون جنگل تبدیل یافته است و هر کسی میخواد هر کسی رو بزند ابوالقدرت میره میزنه. ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران گناه‌های زیادی انجام داده است، از جمله قتل عامی که در سوریه انجام داد، در عراق انجام داد، در چندین کشورهای دیگر. ما این رو تعارف توصیف نمی‌کنیم و این کار انجام داده شده است و این کار رو باید ما چیکار کنیم؟ محکوم بکنیم. ولی جمهوری اسلامی فقط یک غرور داشت، نمیخواست که زیر دست یک کشور ابوالقدرت برود. یک از سبب‌هایی که تو امروز ایران را یعنی که جمهوری اسلامی را دولت‌های غربی و آمریکایی زیر تحریم‌های شدید قرار دادن و هر روز میخوان او را بمباران بکنن و از بین ببرن، یک چیز است: آخوندهای امروزه ایران نمیخواهند زیر تابع کسی باشند، میخواهند کشور ایران همچون یک کشور مستقل اداره شود و از بیرون فرمان نگیرند، یعنی همچون برده نباشند. و اگر مثل دولت‌های عربی برده نشوی، مثل ایران ضربه میخوری، کتک میخوری، نفت تحریم میشود، اقتصاد ضربه میبیند و مردم چیکار میکنند؟ در مقابل خودت میخیزند. و اگر غلام شدی مثل دولت‌های عربی نفتی تو را میفروشی، میتونی نفت بفروشی، اقتصاد به بالا ببری و مردمت را چیکار کنی؟ در یک حالت بهتر نگه بداری ولی در بردگی. و اگر مثال بگیریم همین روز ایران وقتی که به یک ابوالقدرت حمله کرد، به او حمله نمیکند، به کشورهای عربی حمله میکند. چرا؟ چون کشورهای عربی برده امروزه امریکا هستند و تمامی دیویزیوها و یا که نهادهای نظامی امریکایی در خاور میانه در دولت‌های عربی موجود است و هر کشوری را که امریکا حمله کند، اون کشور حق پیدا میکند از خود دفاع کند و اولین حمله هایی که میکند به همین پاسگاه‌های نظامی امریکایی در دولت‌های عربی حمله میکند و اینها را میزند. ایران هم همین کار کرد. قطر را زد، امارات را زد، سعودی را زد، بحرین را زد، عمان را زد و هر کشور دیگری که همین دیویزیای امریکایی را دارد، اینها را چیکار میکنند؟ حمله میکنند و میزنند. برای همین اگر میخواهی که در جهان امروزه مستقل باشی، مورد تحریم های دولت های ابوالقدرت، حالا این میتواند روسیه باشد، فرق نمیکند. فکری نکنید که روسیه این کارو نمیکند. اگر امروز تاجیکستان اعلام کند که مستقل میشود، مستقل کامل، نه این مستقل زیر روسیه، مطمئن باش که بدترین حالت روسیه نسبت ما میکند. 201 دیویزیا در تاجیکستان است. همین پایگاه نظامی چیکار میکند؟ حمله میکند و تاجیکستان را تصرف میکند. فکر میکنید که روسیه به ما اجازه میده مستقل شیم؟ در اینجا ترجیح کردن نمیشود نه روسیه را، نه امریکا را، نه اسرائیل، نه چین، یگان کشور را. هر کشور منفعت خودش را دارد و اگر هر کشوری که بخواد مستقل بشود و این کشور رو به او حمله میکنن، وابسته به اونه که وابسته کدام کشوری؟ تاجیکستان وابسته روسیه است، تایوان وابسته چین است و ایران امروز میخواد مستقل شود و امریکا نمیگذارد.
هر کشور دیگری خورده که بخواد مستقل شود اول قدرت ها نمیگذارند. برای همین ما و شما باید تمام تلاش ها را بکنیم که از همین مشکلات در بیاییم، اجازت ندهیم که کشور ما زیر دست باشد. با یک سیاست درست، با طریق درست بتوانیم از تحریم ها دور بیاییم و آهسته آهسته کشورمون رو به یک کشور ابرقدرت تبدیل بدهیم. وگرنه همیشه یا غلام خیتای یا غلام روسیه یا غلام امریکا و اسرائیل باقی خواهیم ماند و راه دیگری وجود ندارد. اگر ما امروز انتظار باشیم که خلیفه مسلمین تشکیل می شود و میاد امت را نجات میدهد، امکان ندارد. اگر ما انتظار باشیم که ایران رو میگذارند مستقل بشود و ایران بیاد ما را نجات بدهد، امکان ندارد. ما سنی مذهب ایران بیاد بدتر از اینه که به سوریه و عراق کار شاید به ما انجام بدهد، کی میداند؟ ما دقیقا نمیدونیم که فردا اگر به ما، یعنی ما بخوایم استقلال پیدا کنیم، استقلال مکمل، دوستی ما کی خواهد بود؟ این رو ما نمیدونیم. اینی حال برای این رو دانستن باید سیاست درست رو پیش گیریم و پیش رفت. امروز ایران حمله براش چند کشور حمله کرده است، دوستاش معلوم نیستن کی است. تا دیروزه خیتای و روسیه میگفت ما دوست ایرانیم، ولی امروز در جنگ ایران تنها مونده است. کسی از او حمایت نمیکند، فقط به یک بیانیه‌ای که ما حملات آمریکایی را انکار میکنیم، وارد جنگ نمیشوند. برای همین آینده انتظار نداشته باشید که کسی میآید به مناطق تاجیکستانی کمک میکند. دوستان اگر فکر نظری داشته باشند، میخوان در استودیو فکر نظر خود رو بگویند، میتونن با استودیو پیوست شوند و فکر نظر خود رو در استودیو بگویند. دوستان هر کسی که فکر نظری دارد میتواند وارد شود. خب دوستان اگر فکر نظری داشته باشید میتونید پیوست شوید. دوستان بخشش خیلی عذر میپرسم، من حرفای خیلی زیاد دارم، حرفا تمام شوی ندارد، اما از وقت افطارم تقریبا حدود 10 دقیقه پس نمو وقت افطار میشود و من تقریبا از تشنگی دیگر جملات در زبانم نمیاد و از شما عذر میپرسم بابت اینی که شاید مشکلاتی گویش به میان اومد، مشکلاتی اومد که کدام کلمه در زبانی من پیچید. از تشنگی من مشکلاتی تشنگی بسیار زیاد دارم و چند مورد می شود از اذیت میکشم، شاید از دیدی مشکلاتی جگر باشد و هر مشکلی دیگری تو امروز پیدا نشده است، ولی همین دردش رنج میکشه که بسیار تشنه میشم و بسیار میخورم. خدا کند که پروردگار با ما سلامتی بده تو بتوانیم بیشتر برنامه ها را پیش ببریم و در خدمت مردم قرار بگیریم. برای همین از شما عذر میپرسیم برادر و خواهران گرامی اگر مشکلاتی پیش اومد. برنامه رو طولانی نمیکنیم دوستان، چون اگر برنامه طولانی شود دیگر من توانی صحبت کردن نخواهم داشت و در رمضان همین 1 ساعت برنامه بسیار کافی است و طولانی هم حتی است 1 ساعت برنامه، چون در رمضان 1 ساعت صحبت کردن بدون تنفس کاری ساده ای نیست و هر کس هم نمیتواند 1 ساعت در رمضان، اونم پیش از افطار 1 ساعت صحبت کند و اینم نیروی بسیار قوی میخواد. برای همین دوستان گرامی بازم رمضان شما رو مبارک میکنم، عرض تسلیت میکنم به تمامی درگذشتی کسانی که درگذشتن در این جنگی خونینی که 4 روز رخ میدهد و امیدوارم که پروردگار هر چیز زودتر این جنگ را خاتمه بیاورد و هر کسی که حق است به حقدار برساند و مخصوصا مظلومین را از این جنگ نجات بدهد و پیروز بگرداند و یک ایرانی مستقل به مردم ایران پروردگار ببخشد، ایرانی که وابسته هیچ کشور نباشد و به هیچ کشوری نیاز نداشته باشد، ایرانی مستقلی که بتواند مردمش رو پیروز بگرداند و مردمش رو مشرف بگرداند. احمد سلام علیکم، بفرمایید دوست گرامی. احمد سلام علیکم. صدای شما نیست. خب دوستان گرامی دیگر به این برنامه را خاتمه بخشیم. پروردگار همه ما و شما و مردم شریف تاجیکستان و مسلمین و مردم ایران رو از این بلاها نجات بدهد و مسلمانان رو پیروز بگرداند و از جمله مردم مظلوم ایران رو پیروز بگرداند و به یک دولت مستقل، حالا من نمیگم که دولت اخوندی، به یک دولت مستقلی که او دارای رأی مردم ایران و دارای پیروزی آینده مردم که برای مستقلیت این کشور سعی و تلاش کند و ایران رو کاملا مستقل بگرداند و به یک کشور
جهان تبدیلش بگرداند. باقی شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما رو حفظ کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حالی که همچون چوبی که آتش میسوزد در جنگ اوکراین شما رو استفاده میکنند. یعنی حالتی امروزای توجیک تو اون درجه اومده است رسیده است که تو را در همه جا گفته تهمت میزنن، تنقید میکنن، تحقیر میکنن، خاموشی را اختیار میکنی است. علاوه بر ضمن همین مشکلات ها باز از جانب پلیس همین کشور دستگیر میشوی، میبرند به اداره پلیس، نو بسته از اونی که شهروندی، پتن داری، پرپیسکا داری، همه قانون رو داری، ترا دستگیر میکنن، میبرند در اداره پلیس، لاتوکوب میکنن، چند روز نگاه میدارن، اخیر دیپارتاسیون میکنن، پاسپورت انولی رو میکنن، روان میکنن، میره تاجیکستان. فقط در یک حالت رهایی داری که باید قبول کنی که تو آماده ای همچون یک چوبی که در داخلی همون پیچکه‌ای که علاوش میکنن بسوزه، همچون یک چوب برای جنگ از جانب روسیه به اوکراین روان کرده شوی. برای در اوکراین در همون جنگ همچون چوب بسوزی، آتش بشه، کشته شوی، ولی اینها چیکار کنن؟ در امن امان زندگی کنند. حالتی امروزه مهاجر مهنتی تاجیک این است. شما دانسته بگیرید که اگر امروز ما و شما توانایی دفاع کردن از خودمون را نداشته باشیم و بر نگردیم وطن خودمون را نسازیم، مطمئن باشید که فردا بدتر می شود. همین طوری که عزت امان رو دفاع نکردیم، همین طوری که کرامت شریف رو دفاع نکردیم، قدرشون ندونستیم، اومدیم رسیدیم، فردا همین حالت به هر مهاجر مهنتی که امروز در فدراسیون روسیه از حقوق شما دفاع میکنند، اگر در کنارش نایستادیم، دست او را نگرفتیم، اون مطمئن نشد که فردا حالتش به حالت عزت امان کرامت شریف روبرو نمیشود، مطمئن باشه که بدتر و بدتر میشود. ما امروز میبینیم که ده ها مهاجر مهنتی از جانب همین پلیس اجباراً گرفته میشن، مجبور به جنگ اوکراین روان کرده میشوند. کی همین امروز دفاع کرده میتواند از حق اینا؟ چرا قرغیزها، حکومت قرغیزها قانون قبول میکنند که مهاجر مهنتی قرغیز، شهروند قرغیزستان، حق در جنگ اوکراینش اشتراکی در جنگ اوکراین رو ندارد، حق جنگ ندارد، حق اشتراک ندارد، ولی تاجیکستان این کارو نمیکند. ما دیدیم که وقتی یک شهروند قرغیزستان در جنگ اوکراین رفت اشتراک از جانب روسیه، وقتی به قرغیزستان برگشت نسبتش پرونده جنایی باز کردند و او را به جوابگری کشیدن، بردن زندانش کردند که در جنگی کشورهای بیگانه رفته اشتراک کردی. اما در داخل وطن ما، در داخل تاجیکستان، حکومت ما در گوشاش پخته زده است، در دهنش سکوچ زده است و هیچ جا در چشمش عینک سیاه زده است و هیچ جا را نگاه نمی‌کند و هیچ جا را نمی‌بیند و نمی‌شنود. و مهاجر مهنتی تاجیکستان در بدترین حالت گرفتار شده است. همون حادثه‌ای که یک خانواده تاجیک وقتی که داشون بچی را میبردن، به جنگ اوکراین میبردن، دیگه و فیغان و دادوای میکرد، همون حادثه را شما ندیدید؟ همون حادثه فردا سر شما میاد. امروز تنها به خاطر کسانی که شهروندای روسیه رو گرفتن، اونها را اجبار نمیکنن. هر مهاجر مهنتی را که میقفن، او را میگن که اگر بخوای که در این فدراسیون روسیه مونی، در عوض پول باید برای از جانب روس‌ها بجنگی، اگر نجنگی عمر برباد از اینجا دیپارتاسیون میکنیم. یا اینه که در حوض بر یک عملی تروریستی میره زندان میشه. هزارها زندان‌های روسیه که در اونجا تاجیکان نشستن به این حالت گرفتارن. هر روز اونها را چیکار میکنن؟ میان مغزشویی میکنن، نسبتشون برنامه کشیدن، ده ها دروغ و بهتان در عوض پول بیاید در جنگ اوکراین اشتراک کنید و برای شما ما آزادی میدیم، برای شما ما پول میدیم، برای شما ما حیثیت میدیم، در حالی که همچون چوبی که آتش میسوزد در جنگ اوکراین شما رو استفاده میکنه. چند تابوت تاجیکستانی در همین جنگی که برای ملت تاجیک نیست، برای تاجیکستانی نیست، برای منفعت دین و ناموس ایمان شما نیست، برده به تاجیکستان گور کردن. چند فرزند تاجیکستان در همینجا کشته شد. حتی قدری همین تلفاتی که خودی همینا میتن، قدر همینا را نمیدونن. همین زندانی های روسیه که حتی رفتن از جانب فدراسیون روسیه در همین جنگیدن، در کجا قرار گرفتن؟ وقتی که قبرستانی همین
جنگجوی زندانی در فدراسیون روسیه از جانب روسا چیکار کرده شد؟ کاملا رفته شد، همه قبر فرشان از بین برده شد، هیچ قبر در اونجا باقی نماند بعد از چند ماه